سلام بیننده گرامی، امروز سه‌شنبه 27 اکتبر است. ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فرصتی نشر سرخطی خبرها فرا رسید. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را که تا این لحظه دسترسی ما شد منظور شما می‌سازم. بینندگان ارجمند، در آغاز برنامه یادآور می‌شوم که از دیروز جمهوری چک به وقت زمستانه گذشت. از این رو از این به بعد برنامه‌های رادیوی آزادی، نویدی بامدادی، سرخط خبرها و اخبار آزادی با وقت تاجیکستان و روسیه 1 ساعت دیرتر از وقت معمولی پخش می‌شوند. نوبت‌پایی مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان بازگشتنی هستند کم شده است. در سفارت تاجیکستان در مسکو روز 27 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند شماره خواهشمندان بازگشت به تاجیکستان در قیاس به گذشته خیلی کاهش یافته است. همصحبت ما در سفارت گفت آنهایی که خود را نامنویس کردند پس از 3-4 روز امکانی خریدن بلیط و سفر به وطن را اکنون پیدا می‌کنند. سفارت میگوید تاجیکستان هنوز ماه ایول آمادگی خود را جهتی از سر گرفتن پروازهای منتظم را به روسیه اظهار داشته بود، اما آغاز پروازهای منتظم به وضع اپیدمیولوژی در روسیه وابسته است. میگویند در سفارت هرگاه روسیه برای آغاز پروازهای معمولی اظهار آمادگی کند، تاجیکستان آماده است این پروازها را از سر بگیرد. پروازهای معمولی میان تاجیکستان و روسیه از 20 مارس این جانب بسته هستند. بنابر جدول مقرر کرده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تا 1 نوامبر از هر روز از شهرهای روسیه 5 پرواز از جمله 3 پرواز از روسیه به دوشنبه انجام داده می شود. دفتر مطبوعات فرودگاه بین‌المللی شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت خودکشی شرافگان خواجه‌قولوف کارمند بخش امنیتی فرودگاه به مزد کارش ربط ندارد. در دفتر مطبوعات فرودگاه بین‌المللی دوشنبه روز 27 اکتبر به رادیو آزادی گفتند رئیس فرودگاه در رابطه با این حادثه گفت معاش شرافگان خواجه‌قولوف پرداخته شده است و کاغذهای بانکی هم محفوظ هستند. این در حالی است که نزدیکان شرافگان قبلا به رادیو آزادی گفته بودند که بنابر پرداخت نشدن معاش برای 9 ماه شرافگان افسرده شده دست به خودکشی زده است. اما فرودگاه میگوید سبب اصلی دست به خودکشی زدن خواجه‌قولوف هنوز روشن نیست و دادستانی نقلیات به تحقیق این حادثه مشغول است. دفتر مطبوعات فرودگاه دوشنبه میگوید شرافگان خواجه‌قولوف خود را با اتومات کلاشنیکوف پرانده است، نه با تپانچه، و افزود مقامات فرودگاه دوشنبه دیروز به طور رسمی به خانواده شرافگان خواجه‌قولوف اظهار تسلیت عرض کرده است. شرافگان خواجه‌قولوف کارمند 38 ساله بخش بی‌خطری فرودگاه دوشنبه روز 26 اکتبر بعد نصف روزی خود را در جای کار پراند. قرار است جسد او امروز در شهر دوشنبه به خاک سپرده شود. بیننده ارجمند، در برنامه امروز در برنامه اخبار پس از 3 ساعت دیگر در این باره گزارش خواهیم داشت. ما را همراهی کنید، آن را با هم می‌بینیم. المازبек اتنبویف پرزیدنت پیشین قرقیزستان که از سوی اعتراضگران از زندان رها شده دوباره بازداشت گردید در بازداشتگاه گرسنه‌نشینی اعلام کرده است. در این باره وکیل مدافع وی زمیره ژائاشوا خبر داد. طلب‌های اتنبویف از این گرسنه‌نشینی هنوز معلوم نیست. به گفته ژائاشوا پرزیدنت پیشین را در تهخانه بازداشتگاه، جایی که پیشتر محکومانی به قتل را نگاه می‌داشتند، نگاهداری می‌کنند. وکیل مدافع گفت آن مکان شرایط بد دارد و صحتی اتنبویف ناخوب شده است. خدمات اجرای جزای جنایی قرقیزستان گفت که اتنبویف در اساس قرار دادگاه ناحیه 1 می شهر بیشکک به بازداشتگاه انتقال یافته است و شرایط مکان و نگهداری پرزیدنت پیشین موافق با طلبات قانون است. اتنبویف در سالهای 2011 تا 2017 پرزیدنت قرقیزستان بود. ماه ایول سال جاری او را با عیب فسادکاری 11 سال زندانی کردند. شب 6 اکتبر در نتیجه اعتراضهای عمومی اتنبویف از محبس کمیته دولتی امنیت ملی آزاد شد. بعد چند روز او را دوباره بازداشت کردند. مقامات رسمی در پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله به مدرسه اسلامی در شهر پشاور کمش 9 دانشجو کشته شدند و 70 نفر دیگر جراحت برداشتند. وقار عظیم، یک مقامی بلندپایه پلیس شهر پشاور، گفت که هنگام ترکش در روز 27 اکتبر در داخل یک صنف مدرسه 60 نفر درس می‌خواندند. به گفته او کسی جزدان را که بمب داشته است قبل از آغاز درس در داخل تالار درسخانه دانشجویان گذاشته رفته است.
محمد عاصم خان سخنگوی شفاخانه لویا در پشاور گفت که با اینجا 7 جسد و 70 زخمی را آوردند. با گفته او آنهایی که هلاک شدند ساچمه‌های زیاد خوردند و یا بسیار سوختند. با گفته مقامات در بین زخمیان دانشجویان افغان نیز هستند. تا کنون کسی مسئولیت بمبگذاری را بر دوش نگرفته است. حکومت ترکمنستان مسئله تشدید چاره‌های پیشگیری از پهنشوی کرونا ویروس را جداً بررسی دارد. این چاره‌جویی به پهنشوی کووید 19 در محبس زنانه ولایتی دشت آغوزی آن کشور ربط دارد که به نوشته رسانه‌ها وضع کووید 19 در محبس مذکور تشویش‌آور باقی مانده است. با اطلاع رسانه‌ها در محبس نزدیک به 500 زن گرفتار کووید 19 هستند. گفته می شود در ولایت لیباپ نیز پهنشوی وبای کرونا ویروس تشویش آور است. با این دلیل مقامات ترکمنستان تصمیم گرفتند که سر از 1 نوامبر پروازهای داخلی روایی بین منطقه ها و برگزاری چاره‌بینی های عمومی را منع کنند. با این وجود مقامات ترکمنستان رسما موجودیت وبای کرونا ویروس را در کشور اعلام نکردند. در همین حال وزارت تندرستی ازبکستان گفت که خبرها درباره سخت‌تر شدن چاره‌های کرانتینی شروع از 1 نوامبر در کشور اساس ندارند. در شبکه‌های اجتماعی آوازه‌های بی اساس پهن می‌شود که گویا از 1 نوامبر چاره‌های کرانتینی سخت‌تر می‌شود. وزارت تندرستی ازبکستان گفته است برای پهن کردن چنین آوازه‌های بی اساس و انگیختن هراس در بین اهالی قانون در این کشور مجازات پیش بینی کرده است. چاره‌های کرانتینی مربوط به وبای کرونا ویروس در آن کشور که از ماه مارس اعلام شده بودند 15 آگوست بیکار گردیدند. بیننده ارجمند، ما هر لحظه خبر و حادثه های تاجیکستان و جهان را پیگیری میکنیم. در برنامه اخبار آزادی شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا میسازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب و هم سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیما نشر می شود و هم ثبتش را می توانید آنجا ببینید.